диққат! ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. нусхабардории пурра ё қисман аз мавод ки аз ҷунуби истеҳсолот равона карда шудааст манъ аст. S Production тақдим мекунад. چی گپ است این حاکیان؟ فرا چی گپ است؟ شما برای چی کار میکنید؟ سر دهید مرا! سر دهید! یاری دهید! مرا به کجا میبرید؟ سر دهید! یاری دهید! یگان کس هست! یار دهید! یار دهید! زهرا 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 ایست ایستا ایستا زود باش آن ماشین را تحقیق کن. رو میل است دوملو میل است. بخیر است. چی خیلی بخیر است. تو تنها همین ماشین را تحقیق کن. تمام دوملو خواطر نشوید دریاب میکنیم. زود باش برادر زود تو کم زود رانده میتوانی یا نه؟ شرط تمام است. بخشش دوملو ناگهان از دهانم برو. گبزن برادر چی شد آخه؟ زنجیر ماشین کند دوملو. زنجیر ماشین تک زنجیر ماشین کند میگویم. به فکرم نشنیده. دوملو ماشین نتیز دفعت تو. فهمیدم. فهمتد؟ یا خدا توبه با این طرف گذره. تو بقیه پومره فهمیدم. ای خلیفه در حقیقت مرا در حیرت گذاشتی. زبانی مرا چه خیلی فهمیدی ها دوملو؟ سکور است ایواز کردم میتوانی. برادر گفتم که فهمیدم. تو چه خیلی تشخیص هستی این رو نمیدونی. آوازی محرک رو انتظار میشوم. چون آواز اومد با دستم تله میدیم بس. خلیفه و تاتسام نکنم. مالش برادر یک دقیقه دمت رو گیر که حاضر رو گم میکنیم با خدا. دوملو به خدا ماشین استتره کن دلم هوا گرفت. به خدا مثل شما دوملو ندیدم. من دوملو نیستم آخر. سرنگه دوملو نیست. دوملوی ساخته هستم. دوملوی ساخته؟ این رو گفتم و آرام شدم. چه خیلی؟ قبول سا. تمام. من نو فهمیدم این موضوع رو. شما پلیس هستید اکا. در اصل من از اول این رو فهمیده بودم. اکنون پورا فهمیدم. اکنون فهمیدم دوملو با این لباس در بیرون سیر و گشت نمی کند. لیکن با خدا بسیار فکر خوب کرده ای. هم کار مخفی. هیچ کسی از این چیز خبردار نمی شود که این وظیفه پنهانی است. ای خدا مانند فیلم ها. اگر در عملیات یکون کمک خردککی من رسد یعنی خرصد میشم بخری وظیفه شهروندی همون است که مومن فروس هاوت. برادر تو چی گفتی سری منو گران کرده با خدا مونده شدم.
چی شد؟ چرا ایستاد؟ دوملو گازش تموم شد. بگز ماشینته. خودت هم ماشینت. مادر لبای دخترم یوسومن این گردنبندی گردنش رو میگوید که تو به او توفه کرده ای. درست است؟ مرا اونقدر باورم ناومد. تولین توفه کرده است؟ یعنی کلینی ما توفه کرده است همین خیل؟ بله بابا جان، یوسومن همین خیل میگوید، اما همین خیل است. خانم تولین توفه کرد. همین خیلی خانم تولین. تولین تو یک وقت داد و فیغان کرده گردن بندت را میگفتی این همان نباشد؟ خدایا نگاه خانم تولین لطفاً گوید که این گردنبند رو شما به من توفه کرده اید؟ سردارم ای سرداری تو را چی میگویه؟ چی میگویه پسر؟ میمانی به حالم کردن. سردارم دوستی نزدیک کلتکل از شوکت تسکو خیر میگویم که از پس او گشتن در کار. تو دیوانه چرچشمه چرا او رو تعقیب میکنی؟ حجت‌های خواهر کلتکلوس در نزدمان بود، حتی رقم‌های تلفنش رو نگرفتی. اما سردارم شما گفتید که کلتکل مرد، مسئله پوشیده شد. از همین سبب ای لوین چی کار میکنی؟ یک بار ما رو به حالم گذار ها؟ رحمت سردارم، باورتون رو برباد نمیدیم. خواهی نباشه سردارم. ای لوین اگر عقل تو در من میبود هر روزم رو عید میکردم. سردارم به خدا شما راستی کب را گفته. شما هم انسانی با عقل هستید، لیکن کم کم بی عقلی میکنید. روزیا چرچشمه دیوانم کردی. دیدی لوینت چه خیلی سردارت به تو باور دارد. باوری رو برباد نده. رفتیم پسرم، رفتیم مثلا لوینت دیوانه شای. تولین گپ زن، چرا دخترها در زیر شبهه میگذاری؟ چرا گپ زنم؟ یوسومن ما مگر این خیل کار میکند؟ البته نمیکند. البته نمی کند، اما هنگامی که گردن بندت را با هیجان میگفتی اون گردن بندی دیگرم بود. بعدا من اون رو یافتم. گردن بندی که در گردن یوسومن است من با او دادم. خدا را شکر. تو به یوسومن گردن بندت را دادی همین که؟ بله. مادر چی میگوی دخترم چی؟ شما راست میگویید؟ بله دلم خواست توفه کردم. چی جوی عجایبش هست که حیران موندید. نمیفهمم. تشکر زیاد خانم تولین. در حقیقت رحمتی کلام من همین گردنبند رو تا آخری عمرم پنهان میکنم. از این پس کسی رو ندونسته تهمت نکنید میلش. خودت رو حرمت کن یوسومن. من تو رو تهمت نکردم. نه تهمت کردی. دخترم خاموش. بحث را تمام کنید. میلیس یوسومن هم دخترین خانه است. لطفاً تحقیرآمیز گپ نزن. خودت را حرمت کن گفتن مگر میزیبد؟ البته بابا جان، تنها به من نمیزیبد. اگر زهرا و یوسومن رو این خیل جنگ میکرد شما مگر او رو پشتیبانی میکردید؟ میکردم. البته بابا جان، برعکسش رو هم فکر نمیکردم. میلیس خودت را حرمت کن. پدر جان اهمیت ندهید، به حال خودشان گذارید، بیهوده است آخی. زهرا در کجاست؟ زهرا به مسجد به سر دامولاز یا رفته بود اما کجا شده چه بود؟ شوکت زود به نزد مسجد بیا.
خدایا زهرایم رو نگه دار. اوف. زهرا زود تلفنت را بردار. رویش را محکم کردی؟ بله محکم کردم، خواطر نشو. کارمان بسیار آمد کرد. اکای کنون بسیار خرسند می شود. این کار با تشبوسی من حل شد. مرسی. تلفن دختر زنگ میزند، آنو خاموش کن. مرا گوش کن، با من فرمان نده. با من تنها اکای کنعان فرمان میدهد. فهمیدی مرا؟ تلفن رو با من ده. کار تمام. اوه ملیس، یعنی تو گویا بابایت رو ندونسته گپ میزنی. همه یک طرف، زهرایش یک طرف، اما تو به این اهمیت ندی. میدونم اما خیر میلش. مادر تو جدی اون گردنبند رو به یاسمن توفه کرده ای؟ ای بله ملیس. نه برای این رو فهمیدنت باید چند بار دیگر تکرار کنم. به شما باورم نمی آید. من اون گردنبند رو از شما چندین مرتبه پرسیدم. حالا باشد شما میگویید که اون رو به یاسمن داده اید. جانم، شاید با لباسم موافق نگرفته بود، از همین سبب ندادمت. ای این خیل نکن ملیس. نه گویا که من چیز دوست دار هستم و به هیچ کس از اشیاهایم نمیداده باشم. مادر شما چی کار کرده ایستاده اید؟ به من راستش رو گویید. چرا این یاسمن ناگهان اینقدر ارزشناک شده است؟ ملیس التماس بخیلی نکن. بخیلی نکنم؟ ای مادر من کجا یاسمن رو بخیلی میکنم؟ من تنها از کارهای شما در حیرتم تمام. نه این کاری تو انیق بخیلی است ملیس. دخترم تو هر زمانی که خواهی چیزی خواستت رو پول داده میخری، اما یاسمن میتواند. بیچاره است، البته حسد میبرد. بله همین خیلی حسد میبرده است. کاری عجیب. برادر روی یگان تاش رو دیدن نتوانستی؟ دیدن نتوانستم شوکت، نتوانستم. در رویشون نقاب داشتن. گفتم کو کدام کرده باشه؟ نمیدونم شوکت. هر چی آید بر سری فرزند کلاس بگذره، غمگین نشو. یا خدایا باز غمگین نشو میگوید. با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو با من غمگین نشو میگویی. قهرم میوید شوکت. با زهرا یگان چیز شود من میمیرم پسرم. تو سخت عاشق شده ای کوکا جان؟ تو چی ها گفتش داده یا؟ من با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو باشی میگویی که سخت عاشق بوده ای اکا جان. البته این خطای تو نیست شوکت، خطای کسی است که با تو گپ میزند. گپ نزن، بزور مای گپا. گپ نزنی آزمی گفتم قریب. با قدری من میرسی و دیر میشوه. چیکار کنیم برادر؟ اگر ینگه به خانه بر نگردد، آقای اکرم به فکرم که تلخکف شده میمونه. بله راست. آقای اکرم این دفعه راست به اون دنیا میرود. چیگه پیدا او دنیا؟ اوف نمیدونم شوکت. با آقای اکرم یگان دروغ میگویم اکنون. با خانگی هم یگان چیز میگویم. البته زهرا را هم باید بیابیم که من از غم دیوانه میشم. تمام دیوانه نشو. آروم شو برادر. به خانه رفته یگان نقشه میکشیم، نجات زهرا رو فکر میکنیم. تمام آروم شو. تمام رفتیم. یا خدا، این دختر کجا شده؟ به مسجد میروم گفته اینقدر دیر کرد. پدر جان شاید به یگانجا برای چای نوشی و برای کار دیگر رفته است. شما خواطر نشوید آخیر. چی خیل چای فروخ؟ دامولا را گرفتم میآیم گفته بودو. نه من زنگ میزنم. من خواطر شدم. البته زنگ زنید پدر جان. یا خدا این تلفنم عجایب. صدا میرود و جواب نمیدهد. برادر به پلیس زنگ زنی؟ ای پلیس مرا جستجو دارد. تو چه میگویی شوکت؟ از کجا تو را جستجو دارد برادر؟ تو مردی که مردی. مرده باشم با پلیس چه زنگ زنم؟ دیوانه بر این گپ میزنی. بس که همین دیوانه نگو. همین دیوانه گفتی آدم دیوانه میشوه. انا بیا و گیر. چرا بگیرم؟ آقای اکرمه؟ بله بای. ای برادر یگان دروغ نیابی جواب نده کی؟ جواب نده و یک بار خواطر میشود. با قوری پدر. یک دقیقه. لبای آقای اکرم. زیا؟ در کجای پسرم؟ چرا زهرا جواب نمیدهد؟ همراهت است. زهرا بله همراه میگردیم. راه میگردید؟
پسرم در این خنوکی راه میگردن. این کار دخترا بینه آخر تو را گرفته زود برمیگشت. تو تلفن رو به زورا ده. بکی؟ به زورا کری دامولا. جناب او حاضر مشغول است، آمدن نمیتواند. چخیل مشغول؟ شما یگان راه نمیگشتید؟ راه گشته ایستاده بودیم و خانم سیلین آمد. به سیلین چیزی شد؟ نه، خانم سیلین آمد و آنها از ما جدا شدن. یعنی معلوم خیر که دوگانه های جانی هستند. با ذوق صحبت دارن، گپشون رو نبرم. خدا مدام که این خیل سیلین راه هم گرفته یک جای برگردید. در این خلوکی در بیرون نگردید. تمام. ماله جناب. چی شده؟ سیلین رو هم گرفته بیارید میگوید. بچه باید سیلین رو هم یابم. تلفنش داره؟ چی شد؟ با این دختر چیکار کردید؟ بخیر است که بخیر است آخی؟ حالش خوب است. سودو رو بدرون برارید. شوکت گوش کن، سیلین از این کار خبر ندارد. آیسته آیسته میگیم، زود با او نگوی. ای برادر یک خیلی گپ میزنه که گویا ما کودکیم. ما هم عقل داریم اخی. میفهمی؟ البته. دوملوزیو به زورا یگان واقعی راه داد. نه شما آرام شوید. دوگانت دزدیدن سیلین. چی؟ دزدیدن؟ نه احمق. آرام شوید. دزدیدن گفتید؟ شنید. دزدیدن؟ تو چه خیلی آدم هستی؟ ای برادر هیجان دختر رو ندیدی؟ من برای آن گفتم که باز فکر نکند که ینگه زهرا مرده است. خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. زورا خوب است، التماس راستش رو گوید. ما از کجا میدونیم که اون مرده زنده خوبه؟ یا سوال میتی که همین دختره که گریه کنه و فخ بکشه هم خشموش میبینیم. کی او را دزدیده است؟ اکنون زورا چیکار میکنند؟ ما هم نمیدونیم سیلین جان. از کجا دونیم؟ یک دو آدم نقابدار اومده زهرا را بور کرده بردن. با فکرم او را انیق میکشن. شاک تموم. لیکن دوستی عزیزم این خیل نمیشود. آخر کم فکر کن. آخر آرام شو، فکر کن. گپ نیست برادر. چی؟ بشق. تمام دوملا فهمیدم. گپی گفته که میکنم دوملا. یک شرمندم کردیم. بله گویا که او خاطر شد. دوملوزیو یکی زهرا رو یگان کار کنند. نه گوش کنید خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. از کجا میدانید؟ ای بخیزیم بریم اینجا. در اصل حالش خوب است. تنها جایش رو نمیدونیم. با او گپ زدید؟ گپ زدیم و پرانه. شاید تلفن دوملا تمام شد. از اوز زهرا فهمیدیم که حالش خوب است. بیچاره دوگانم. حالا چقدر ترسیده ایستاده باشد. خانم سیلین آرام شوید. گوش کنید من زهرا رو میابم، لیکن اگر این خیل رفتار کنیم با زهرا کمک رسانده نمیتوانیم. تمام. گوش کنید آقای اکرم این رو نمیدوند. شما هم با او نگوید وگرنه او بسیار غمگین میشود. مایلش. حالا گوش کنید. نقشه این است. نقشه رو میفهمانم. لطفاً مرا گوش کنید. نشان با شما. درآید. مرحمت خانم تولی. رحمت یاسومن. از این پس هر روز یک استکان می نوشم. به طورهای عصب فایده کلان داشته است. خاطر نشوید خانم تولین، من هر شب تیار کرده میارم. انا همین خیر. کمی بخند. چرا در اونجا اول حروسیدی؟ با دخترانی جوان حروس نیو؟ خنده میزیبد. یاسومن تو بسیار دختری با عقل هستی. اگر با من خوب رفتار کنی تو رو از دخترم جدا نمی کنم. چخیلی که با میلیس رفتار میکنم با تو هم همون خیل رفتار میکنم. بین یک گردن بند انداختی چخیل ایواز شدی. آخر تو دختری خوب هستی، اما در داخل این لباس از بازار بوده زیباگیت نمایان نمی شود. عقلت را کار فرمان دخترم. عقلت را در بین بعضی ها سیر بوده می تواند. در بین همه انسان ها سیر ها موجود هست، اما مهمش سیر داشتن را دانستن است. اگر تو با من خوب رفتار کنی نتیجهش را بر زیاد می گیری.
او را بدار کن. چی کار میکنی؟ ها؟ گفتید بدورش کن؟ احمق حیوان! پسن دست میبرداری بر زگاو. نخم یک کاسه آب بیار. میله شکر. یگا کس است. یگا کس نیست. من در کجایم؟ به من کمک کنید. به من کمک کنید. خوش میکنم. در اینجا کی است؟ بفایده داد نزن. هیچ کس تو را نمیشنود. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ من چی کار کردم؟ من زاغ را میخواهم. زاغ سیاه را. کی است؟ زاغ سیاه کی است؟ من او را نمیشناسم. نمیشناسم. تو را خوب میشناسی. سری ما را ویران نکن. خودت را با نادانی نزن. هیلت نمیگذرد. در حقیقت نمیدانم. نمیشناسم. لیکن او تو را خوب میشناسد. حتی زهرا گفته میمیره. چی کی میگوید؟ من نمیشناسم. نمیشناسم. به خدا کی؟ ببینید، نه خودتون را نه ما را عذاب ندهید. اگر این خیل دوام دهید با یگان نتیجه نمیرسید. زاغ سیاه رسمی از شما دزدیده را باز برگرداند. ها؟ بینید چقدر همش را میدانم. ها؟ رسم رو یزنم آورد. یزنه من سرکمیسر است و شاید حالا در جستجوی من است. بسیار هم خواطر شدگیست. میدونید یزنه من پلیس است و شما رو مییابد. میدانیم با او از نزدیک شناسایی بسیار خوب داریم. مشکلی نیست. حالا باشد تو به خوبی به زاغ سیاه زنگ زن به اینجا آید. ما باشیم و تو رو سر میدیم. به خانه میروی. نمیشناسم من او را. چقدر نمیشناسی؟ ها؟ با من داد نزن. داد نزن. سیلین زنگ میزند. الو؟ الو بابا جان. سیلین جان، زهرا در نزد است. تلفن را به او ده. بله. زهرا نیست. زهرا حاجت خونه رفته است. دل زهرا بسیار به من میسوزد. مرا نگاه بین میکند. کمی زکان شدم بابا جان. همین خیل میلش. خیر، خدا شفای کامل دید. تو بازدید. باور کن. دیگر چی کار هم میکرد؟ پدر جان با سلیم چی شده است؟ سلین زکام شده است. زهرا باشد امشب در نزد او میمانده است. مرحبت گذارید. شامتان بخیر. شب بخیر. داملا خوبید؟ شب بخیر. خوش آمدید داملازیا. سلام علیکم. سلین را به اینجا ناوردید داملا؟ گفت که در خانه راحت‌تر میشه. زهره او رو تنها گذاشتن نخواست. معلوم. تنها نمیگذارد. زهرای من بسیار مهربان است. اگر تنها گذاشته می آمد چرا در نزد دوگانه هم نیستم گفته بر راحت خواب کردن نمیتوانست. گل من حسیاتی است. کوشش میکند که معلوم نسازد اما درونکی بسیار میسوزد. شبی که در این خانه او نباشد به خدا پزمانش میشوم. خیر، من همین خیلم. چی کار کنم؟ محبتی نبیره. پدر جان گویا زهرا این خیل نیست. او هم از شما یه لحظه جدا شده نمیتواند. جناب با اجازت شما روان. داملا می نشستید یک چای می نوشیدیم. معلوم. پگاه امر معروف است. برای آن تیاری دیدنم در خدا قبول کند. تشکر. شبتان خوش. شب خوش. شب خوش داملا. داملا با فاروق اینقدر دوست شدند.
سرم را ویران میکنی. احتیاط کن بچه. ببین با تو آخرین بار میگویم با خوبی با آن زاغی سیاه زنگ زن تا به اینجا بیاید. من باشم تو را سر میدهم. به تو گفتم نه میشناسم. چیکار نمیشناسی ها؟ چیکار؟ زاغی سیاه آدمی بابایی تو است. رسم را از من دزدیده به شما برد. رسم مادرم را تو دزدیده بودی. موضوع این نیست. وقتی که این موضوع رو عوض میکنی ناراحت میشوم، عصبی میشوم، از اداره خودم میبرایم، بعد کارهای تأسف آور میکنم. لطفاً با خوبی بابایت را زنگ زن. زاغی سیاه همین زمان باید به اینجا بیاد. فهمیدی مرا؟ الو بابا جان عزیزم. زورا رقم تلفنت نبر آمد. تلفن رو با عقل گفتم ما را قانع میکنند. یعنی بابا جان من امشب با سلین میمونم. خوب دارم. بابا با امکم ده تلفن رو یک چیز رو میپرسیدم. بله میدیم. زورا با تو گپ زدن میخواد. زورا جان بیرون بار آمدم. گپ چی شد؟ همک جان واهمه نکنید التماس میلش. همک جان به هیچ کس معلوم نکنید التماس. همک مرا دزدیدن. چی؟ دزدیدن؟ تو چی ها میگویی زهرا؟ چیش همک جان چیش؟ خاموش شوید التماس آرام شوید. بابایم نفهمد. لطفا خواهش میکنم. زهرا جان تو را کی دزدید؟ برای چی دزدید؟ یا خدایم تو خوب هستی؟ خواطر نشوید. خوب هستم. خواطر نشوید. اما در اینجا زاغی سیاه گفتنی هدم را پرسیده ایستادن. امک شما او را نمیشناسید؟ امک زاغی سیاه؟ زاغی سیاهش کیست؟ من هم نمیدونم. امک این آدم بسیار جدی هست. برای از اینجا خلاص یافتنم زاغی سیاه گفتنی آدم را باید بیابم. امک التماس او را بیابید. بیابید او را. میلش زهرا جان میلش. من با یکم راه حل میکنم. تو خواطر نشو عزیزم. فاروق با زهرا چی صحبت کردی؟ چرا با بیرون بر اومده پنهان صحبت میکنی؟ نه هیچ نه عزیزم. همه تینجی تو به خونه را من بعد میایم. فاروق رنگ رویت عوض شد. این رنگ رویم عوض نشده است. در تلفن گفتی که حل میکنم. تو چرا حل میکنی از برای خدا؟ بچه سرم رو بریو نکن. گم شم گفتم. عزیزم امروز چقدر گذشت؟ چرا پرتایت رو نکشیدی؟ آیا کلتکیلا زنده بوده میتواند؟ اما مهرش رو دیدم. در مرگ دیده بودم. برایت خوریش آماده کردم. بسیار نقص میبینی کو. کنی خور معقول میشود. بسیار عجایب. بسیار. چی عجایب؟ خوریش؟ حالا نخورده ای کو؟ چی نخوردم؟ اونال تو هوش و خیال در کجاست؟ فکر و خیال در عملیات و تعقیب کردن است؟ نه جانم اینجایم در خونم. ببین چه خورش زیبا کرده ای. بازن بسیار سفسده میگوی حاله. یا خدایا عجبا تو سفسته میگویی یا اینکه من سفسته میگویم؟ عزیزم جانم عین حال در نزدم. چنان میگویی که گویا در عملیات باشم. مگر این سفسده نیست؟ یعنی حالا تو پورا در اینجا هستی؟ بین حالا هم سفسده میگویی. همین خیر. حال بیست.
نه کالتا کلاس رو فکر داشتی ای چه علاقه داره دوای نه یعنی وقتی خیالی بودنت کالتا کلاس رو فکر داشتی به سفسته نگوه که مرده است یامکت جواب ده لبک فروخ چی؟ کای؟ مایلش زود میویم مایلش که با بابایم یگان چی شده است؟ عزیزم زهرو رو دزدیدن چی؟ کی او رو دزدید شوکت؟ زهرو رو کی دزدید؟ اگر یکم اشاره یابم با خدا این مسئله رو حل میکنم. همین را گفتم اونم که او را برای پول دزدیدند. برای پول چی علاقه داره؟ چه علاقه ندارد؟ آقا اکرم آدمی پولدار با دولت است. زهرا را چقدر دوست می‌دارد میدونی. اگر گویند که میکشیم بخشش خدا نشان ندهد تمام ثروتش را برآورده میدهد. نه برادر نه، در اینجا دیگر کار است. کی آخر کی؟ انیق این کاری چغتای است. انیق چغتای او را دزدیده است برادر. تو چی ها میگویی؟ او با این کارها جرأت نمیکند. از پشت آن کارهایش آخر به خارج گریخته است. این به عقل که باشد او را دزدیده است برادر. کاش که یک دختری خوشرو باشد. یک اجینه را کجا میدزدید دیوانه؟ دیوانه؟ کنعان دیوانه؟ بله پسرم کنعان دیوانه کرد این کار رو. بله از برای رسم شده با فکرم قصد گرفتن میخواد. خدا این کاری کنعان است برادر. تمام این کار حل شد. انیق کنعان دیوانه است. مطمئنی؟ بله. یافتم. یک دقیقه نقشه رو میفهمونم. نقشه رو؟ باجد از این زهرا نیست مگر؟ بله. به مامور از زنگ بزنم. سفسطه نگویی چخیل پلیس. رفتیم این کار رو حل میکنیم شوکت. تورات کردگی کی است؟ رفتیم برادر زود باش. دومولا شما لازم بودید التماس کمک رسانید بسیار کاری تاجیلی داره. تاجیلی گفتی؟ با خدا ما هم بسیار کاری تاجیلی داریم. رفتیم شوکت. دومولا استدراد نکنید خواهش میکنم. ای برادر چی از اینقدر کاری تاجیلی اتون؟ چی شد؟ استاد این امکم از محله خودمون است. همسرش تولد میکند. استاد عاجلا رفتنمون لازم. مسئله مرگ و ممات کاری شوخی نیست استاد. اگر کاری شوخی نبود عجیب میشد. هجری جان من مگر به همشیره مانندم؟ دومولا نپرسید این خیلی بر وقت تولد کردن همسرم رو نمیدونستیم. در محلمون یک همشیره است به او خبر دادیم. شما همشیرگی نمیکنید غم نخورید دومولا. اوه دیدی شوکت خدا را شکر. نه ندیدم. خیلی میلش خدا پدر و مادرش رو مغفرت کند. ما رفتیم. دومولا نمیشود این کارو همشیره کرده نمیتواند تنها شما میتوانید. بسیار تاجیلی است. برادران چی هست اینقدر تاجیلی؟ دومولا حالا وقت فهموندن نداریم زود رفتن در کار است. دومولا این مسئله حیات و ممات است. تقدیر کودک را شما حل میکنید. تقدیر کودک رو من معلوم میسازم؟ چی شده ایستاده است؟ هیچ دومولا نمیفهمم. در راه میفهمونم. زود رفتنمو در کار است خواهش این میکنم. دوبلاگی هم چقدر کاری مشکل بوده است. شب و روزش معلوم نی. گوش کنه در حقیقت من بسیار کاری تاجیلی دارم. این دفعه من رو ببخشید یگان دفعه دیگر میروم نصیب باشه. دومولا نمیشود. با رضاگی خدا زود رفتنمو در کار است. از برای خدا به ما کمک رسانید. دوملازیا کمک کنید به سرمون بلای کلان آمد. سرت پایلش با چی شد؟ چی شد آقای فروخ؟ جناب لطفا در نوبت استید. شما هم یک کاری تاجیلی دارید اما ما اول آمدیم. چی شد آقای فروخ؟ گوش کنید دوملازیا گپ‌هایی که حالا میگویم از این گپ‌ها در حیرت نفتید دوملا. هممون باید آرام شویم. دیگر چاره‌ای نداریم. مرحمت آقای فروخ شما رو گوش کمی میکنم. پیش زهرا با من زنگ زد. زهرا زنگ زد؟ چی میگوید وای؟ آرام باشید. زهرا خوب است اما زهرا را دزدیدن دوملا. آقای فروخ میدانم. میدونید گفتید؟ خیر شخصانی که زهرا را دزدیدن شما میشناسید آنها را؟ به خدا نمیشناسم آقای فروخ. از کجا شناسم؟ اما آنها زاغیسی‌ها گفتن آدم را میخواستند. اگر زاغیسی‌ها را یافته با آنها سپاریم زهرا را سر میدادند. زاغیسی‌ها؟ از پشت این آدم بسیار ناراحت شده. میمرد کمی راحت میشدیم. دوملازیا شما این زاغیسی‌ها را میشناسید؟ نه آخر آقای فروخ از کجا شناسم؟ تنها در غیب حکایه او را در محله شنیدم. یک دختر خودکش رو نجات داده است این بگویم. به زهرا چه علاقه دارد؟ من نفهمیدم. من هم نفهمیدم. میلش عصبم رو ویران نمیکنید. حاضر من با دیگر داماد یعنی با جهتون کمیسر اونال زنگ زده همه وضعیت را فهموندم. در مدت کوتاه‌ترین زهرا را نجات میدهند. اوه با خدا آقای فروخ ما را بسیار آرام کرده. باز دوملا شما سلامتی پدرم را میدانید. باید از دزدیدن زهرا
خبر نیابد. آقای فاروق البته که من همش رو فهمیدم. به همین هم من با آقای اکرم گفتم که زهرا در نزد سلین است. درست این خیلی گفتید ها؟ از هیجان زیاد سرم رو در گرفت. بله راست. این طور باشد شب خوش. شبتان خوش آقای فاروق. بله. فکر کردم که یگان خبر آورده است. خدایا با زهرا یگان کار نکنند. چرا این خیلی کارها فقط به سر ما می آید؟ عزیزم لطفا آرام شو. بین بابایت از این کار خبر ندارد. در خانه خود را غمگین نشون نده. فهمیدی؟ راست میگوی. این دفعه اون انیق میمورد. خواهرک جانم با او هیچ چیز روح ندهد. نباشد طاقت نمیکنم. اونال لطفا یگان کار بکن. جانم به تمام گروه ها خبر دادم. به تو وعده میدم که حتما زهرا را به تو یافته میارم. با بابایم چی میگویم؟ در این ساعت چیکار دارید گفته نمیپرسد مگر؟ چی دانم؟ تو را بسیار یاد کردم گروه و اونال کار داشت از در خانه از تنهایی بودن ترسیدم گوی. نمیفهمم. در حقیقت نمیفهمم که برای چه زهرا را میدوزدند. چرا؟ نمیدونم. در اصل من این دامولازی ها را هیچ نمیفهمم. این چه خیل آدم است؟ مگر در نظرش نبوده است؟ من از کجا دانم؟ آدم مگر میگذاره که فاتح شدهش را دوستند. اگر تو را دزدیدنی شوند دنیا را شپه میکنم. جانم حاضر جای همین گپ است. بخشش جنابان خفه نشوید. حالا ما بسیار کار تجلیلی داریم. بی خفگی با ما اجازت. دوملا شما را نمیگذاریم. به این هم وقت را از دست دادیم. وقت شما را بسیار نمیگیریم. ایوا بوجم هم آمد. خیر مالش اینطور باشد میرویم. بیایید با این راه میرویم. رفتیم. یا خدای من این از کجا برآمد؟ اونال یگام خبر هست؟ متاسفانه نیاکا. اما زهرا دیگر به شما زنگ نزد؟ نه زنگ نزد با خدا. بابایم چیکار کرد؟ خوب کرد. کمتر پیش میدور بود. اما ندونم بعد از خبر یافتن در جای میسودن نمیتوانم آخی. نپرسید ما هم در همین حال هستیم. بابایم حال و خبر ندارند. نه ندارند. چیکار میکنیم؟ چی میگوییم با او؟ پس من به خانه ندروم. آقای اکرم را در شبهه نگذارم. من راست به جستجوی زهرا میروم. معلش عزیزم خودت را احتیاط کن. یا خدایا به سرش یگان بلا نآید. انشالله را مییابی. تو خاطر نشو لطفا. خاطر نشو. زهرا را مییابم. حتما مییابم. اونال جان راو پسرم چقدر که راست رو یافتی زهرا را پیدا کن. من یافتم؟ بله بغیر از تو هیچ کس زهرا را نجات دادن نمیتواند. زود روید تیمور. هیچ خاطر نشوید. من حتما زهرا را مییابم. حاله باز شوهرت را ترک کردی؟ نه این خیلی نمی شود. یک کاری یک ساز این را باید تو حل کنی. 4 طلاقش کن. بابا جان این طور نگوید. یعنی برای به این خانه آمدن باید با اونال جنگ کنم. بابایم را یاد کردن نمیتوانم. جنگ نکردید؟ نه جنگ نکرده ایم. ما با اونال بسیار ساز گرفته ایم بابا جان. از وقتی که من به خانه رفتم با من خوب رفتار میکند. خوب است خاطر نشید. خاله جان همه وقت این خیلی خورسند شدید. تشکر ینگه جان. انشالله بسیار خوب هستید. چه خیلی که میبینی؟ مادام که جنگ نکردید در این بیوقتی شب چرا درباری همسرت نیستی و در این جایی؟ چون که همسرم هم درباری من نیست. در شبه کار داشته است. گفت که من تو رو به خانه بابایت برم. تنها گذاشتن نخواست. آمدم. این خیلی نکنید پدر جان. دختر خسته به خانه بابایش آمده است. شما هم بسیار او را پرسیدید. زهرا در خانه نیست. میدونی ها خاله جان؟ بله میدونم ینگه خبر دارم. سلیم بیمار شده است. به نزد او رفته است. کمی پیش ما گپ زده بودیم. او دلش به سلیم بسیار میسوزد. حاضر سلیم خوب است. من کمی بد خوب میکنم گفته بود. عجایب. به خانه سلیم به میمونی برفته است مگر؟ سلیم که دایم در خانه ماست؟ میلیس جان سلین هم یکی از فرزندان این خانه است. آنها از خوردیشان دوگانه هستند. هر قدری که خواهد در این خانه میستند. بغیر از من همه دختر این خانه است. میلیس بابایت رو میدونی تمام. خانم بیتو اپایمو برو زود باشید. نزلی تولد میکند. نزلی در بیمارخانه تولد نمیکرد مگر؟ نپرس اپایمو برو. اپای همشیره می اومده است. اما شوهرش نمیگذارد نمی آید. کمک کنید خانم بیتو.
پسرم من در اینجا چیکار دارم؟ چرا مرا اینجا آوردید؟ استاد همین که کودک تولد شد نامش رو شما میگذارید برای همین اومدید. چی؟ نام میگذارم؟ پسرم تو چی میگویی؟ با من چه علاقه دارد؟ استاد همین که کودک تولد شد در حال نام او را شما میگذارید و در گوشش اذان میگوید برای همین استاد. خدا توبه زهرا رو دزدیدن من چی کارها کرده ایستادم؟ آخی برادر ببین که اگر همین پوشش برآمده باشه ای پوشش به قبا بکش کمک کردن ثواب ای. من به او چی خیلی کمک کنم شوکت تو دیوانه هستی ها؟ آدمی همدردی مرا ببینه. بخشیش یک طرف است. ای برادر خیر انا دکتر هم با اینجا آمد من اکنون روم با اجازت شما. دوملوزیو کودک تولد کردن سوهای من نیست. خانم این با من تماما دخل نداره. با من هم دخل ندارد اگر نه یاردمش میکردم. مایلش حاضر اگر برایم احتمالی تولد کردن در راه کلان است و این خطرناک بوده میتواند برای همین باید در همینجا تولد کند. اما من حاضر به یاری تجلیلی زنگ زدم. خاطر نشوید حاضر باید بیاید. حاضر باشد از پای کار بشویم. تمام بیاید. خدا شما راضی باشد خانم بهتر. طاقت کن زنک جان بین داملوی محترم محلمون داملو زیو رو هم آوردیم نام کودکم رو اون میگذارد. بله من میگذارم. خانم ما رویم. بله شما با بیرون بروید مرحمت گذارید بیاید. راه گرد هجری رفتیم. برادر بیا برویم برآمد با میدرویم. خداوند با این زن کمک کند. ای هجری در گوش کودکی تولد نشده من چی خونم؟ آخر تولد شود من می آیم. التماس دوملا جان به هیچ جا نروید قریب شد مرحمت شینید. دوملا بشید تا برآمدن شه یک دعا بخوان. خاموش حاضر برای تو میخونم اینجا. کودک تولد شود بعد می آیم. حاضر بسیار کار تجلیلی دارم. آخر گفتم که چرا مرا نمیفهمد؟ ای استاد دو کودک این نمکمان تولد شده و فوت کردن. از دهه یک دوملا به این کس گفته است که وقتی تولد شدن کودک دیگرت یک دوملا رو بیار با گوش کودک دعا بخواند وگرنه وفات میکند. شما رو به همین خاطر رفتن نمیگذارد استاد. یعنی مسئله دیگر بوده است. هجری پسرم تو این دعا رو میدونی؟ البته میدونم. ها تمام. خیرین دعا رو تو بخوان. من کار تجلی دارم رفتنم لازم. جان یک از در خطر است و حتی مانند جان خودم. یعنی کودک تولد شد و من زنگ زن کارم تمام شده باشد می آیم. اگر تمام نشده باشد پس تو میخونی. هجری رفتیم. رحمت مایلش استاد خدا نگهبانتون باشه. خیر برآمد زنگ زن. دیدی استاد دعا کردن رو بر عهده من گذاشت. خدا از او راضی باشد. اگر دوملا نیاید ما از عهده این کار میبراییم با خواست خدا از عهدهش میبراییم ان شاء الله. به من نگاه کن در این ساعت چیکار میکنی؟ دیوانه شدی؟ یه سردارم خیلی که گزیده بودیم شوکت رو تعقیب دارم. یعنی در شعبه مصلحت کرده بودیم که من شما را ندیدم شما مرا ندیدید. برای پای کارو چکه سلسطه نگو شوکت را گذار با ماشین شین کاری تجلی داریم. سردارم بغیر از دستگیر کردن کرتگلز برای ما باز کدام کار مهمتر است؟ بچه زهرا را دزدیدن. چی؟ دوستی از من نزدیک خانم سلی زهرا را دزدیدن؟ آنها این تر باشد کرتگلز یک طرف میگذاریم از پای زهرا میشیم. اکشن. گوش کن برادر ما کاری ناخوب کردیم. باید تا برآمدن همین کودک نگاه میکردیم. اگر که میبرآمد با میآمدیم. برای چی نایستادی؟ کارتی چی ها؟ در آنجا شاگردم هجری ولی است. همون دعا را خطا میخونه کودک عاقل پدر میشود. انا این مادرت است. آی مبارک شب. ماشاءالله خدا از شما راضی باشد بهتون. دوملا کجا شد هجری؟ کاری تجلی برآمد رفت. چرا با ما خبر ندادی؟ چیکار میکنیم؟ محو شد کودکم وفات میکند. ای اکای شرفالدین چرا با این باور میکنی؟ اینها همش دروغ است. بین مانند شیر از پسرت. خاطر نشو حاضر من دعا میخوانم تمام راحت. یکی با کودکم چیزی رخ دهد. هجری با دوملا زنگ زن تا که بیاید قربانت شوم. مایلش اکای شرفالدین مایلش. یا خدایا
باز هجری است لبا هجری алё устод манам ҳиҷрӣ устод зуд омаданатон лозим акаи шарофиддин шуморо фарёд дорад бисёр вазъияти вазбин дорад мегӯяд устод илова бар ин кӯдак бисёр зебо аст мошаллоҳ биёед бубинед майлаш хиҷрӣ албатта меоям чӣ гап шуд рафтем шавкат кӯдак биромад нахост биромада бошад нахон рафтем муассисаи хайркунӣ шудем ку бия бурем бинем туда монанда мада монанда номи тағоямро ортиқ мегузорем не хонумҷан шер мешавад номи амакам биё номи бубукалонамро мегузорем ник қадам ҳозир домуло омада номи писарамонро мемонад аммо писар не духтардор шудед оғои шарофиддин набошад нигора чӣ хел нигора номи раҳмати бибиямро ин мегузорам тав бошад номи бибикалонамро мегузорем мавлона салом ҳиҷрӣ оё ту аз он гуфта метавонӣ бале устод интор бошад сар кун аллоҳу акбар аллоҳу акбар ба макони канон як гурӯҳ фиристонед расмро дуздид аз ӯ ҳама чизро интизор шудан мумкин аст алё ҷойҳое ки ба ту гуфтам аз ҳама тараф онҳоро иҳота кунед фаҳмо зуд бошед сардорам ман равам атрофи макони канон иҳота карда шавад ягон парранда пар назанад фаҳмиди маро парранда пар назанад бародар яъне мегӯям ки тамоми гурӯҳҳоро дар ҷойшон дидан мехоҳам илова бар ин сабти камераҳоро дида метавонем лутфан я бача чӣ зиник тагирифта овоз табу бирор аз таъқибот ягон чиз баромад аз мавҷи телефон маконаш муайян шуд муҳимаш ба макон рафтем аммо телефонро дар ҳолати вайрона ёфтем худо занад пас рафта сабтҳои камераро бинед итоат сардор ту чӣ интизорӣ зуд бош ин мегӯм аму тағама бигум бо астағфирло ме рав بتول بازی رو واسه شیرین است بتول بسیار شیرین و من معقول شدم که من عشق بتول لباید تو رو بسیار دوست می‌دارم خدایا این کودک رو برای والدینش بخیر گرداند بی درد و غم کلان شدنش رو نصیب کند این طفل با اطرافیانش با عائله‌اش به خویش و تبارانش صاحب احترام شود آرزو دارم این طفل هیچگاه از پدر و مادرش جدا نشود یک حیات خوب گذراند خدای مهربان این طفل رو از والدینش هیچ جدا نکن الفاتحه ای برادر او کودک همینقدر شیرینه که با مزه بود که گفتم بگیریم در تنی دیوار بزنمش تو هم دیدی که دختره که سفیده که خشوعه که در رو گرفتن نام خواهرت هم ماندیشه چه دانم شوکت وقتی که طفل رو گرفتم زود خواهرم به یادم اومد بیتول گفتم چشمان خانم بیتول هم کشاده شده تبسم کرد دیگر با تو بحث نمیکند راحت باش لیکن بین دکتر گلو و بینی از عهده تولد کردن هم برآمده نفهمیده من هم در این محله با من یگانه انسان است که بحث میکند نامی او هم باشد با نام خواهرم یک است تو در جستجوی خواهرت باش تقدیر الهی تو حالا به گوش این طفلک از آن گفتی کو خدا خواهد به تو هم یاری میدهد زهرا رو میابه مادر با خدا من هم تنها به این خاطر رفتم نباشد زهرا رو دزدیدن به این کار راضی نمیشدن برادر اول میخوای خواهرت رو پیدا کنی یا خانم زهرا رو یک گپ نغزن رفتیم زهرا رو یابه زن چی زهرا ها رفتیم شوکت
تو ما رو اینجا انتظار شو. من یک بالا برآمده میآیم. مایلش برادر. نظارت کن. یگان کس آمد به من خبر میدی. تمام گپ نیست بچسب. در کجای زهرا؟ در کجایی؟ چی شد؟ نیست. اکنون چی کار میکنی؟ من رفته با کنعان گپ میزنم. احوال پرسی میکنم. تو دیوانه شدی مگر؟ او بسیار عصبانی است. با سر دیگان بلا نبیارد باز. اجازت نمیدیم. چه اجازت نمیدی شوکت؟ پس چی کار میکنیم برادر؟ مگر دیگر چاره داریم؟ میدرایم گفتم میدرایم. تو اینجا انتظار شو. فهمیدی؟ این طرح شو برادر احتیاط. انتظار شو. تمام. دومولوزیا بخیر است؟ در اینجا چه کار دارید؟ من با آقای کنعان درباره یک مسئله صحبت کردنیم. من زود خبر داده میآیم. اکا در پایان دومولوزیا آمده است. بابای ایشون زود به اینجا درارید. مرحمت دومولو. رحمت. خوش آمدید اعلی حضرت. سلام علیکم آقای کنعان. مرحمت. خوب هستی بابای ایشان؟ رحمت. من برای یک مسئله از شما کمک پرسیدنی آمدم. امر کنید اعلی حضرت، حل میکنیم. عروسم رو دزدیدند. چی؟ عروس شونده تان رو دزدیدند؟ آی شما در فاتحه بودید ما نمیدانستیم. کدام لعنتی عروس شونده شما رو میدزدد ها دوملا؟ من هم آخر برای همین نزد شما خواطر نشوید بابی ایشان، از دستمان کاری می آمده را میکنید. عجبا، میگویند که به شما درباره این دزدی یگان خبر آماده باشد. دوملا از همه جا با خبر هستیم، اما اینقدر هم نه. من این مسئله را حل میکنم، شما هیچ خواطر نشوید. این را بسیار فکرم نکنید دوملا. در آمدی گپ دوملا از یگان کس شما شبهه دارید؟ مگر ندارم. مانندی کنعان یک بشرف. متاسفانه ندارم. بابای ایشان همین عروس شونده شما را همان زاغی سیان ندزدیده باشد ها؟ شوکت احتیاط باش خیر، حاضر رو قپیده. نه این خیلی فکر نمی کنم. یعنی زاغ سیاه چرا این کار رو کند؟ چه خیلی که میدونم یک دختر را هنگام خودکشی کردن نجات داده است، با آدم خوب مانند است. یعنی بخشش را، اما این طور به شرفی کردن نمیتواند. داملا یعنی اکنون یک دختر رو نجات داد، گفته آدم خوب نمی شودیم. این قهرمانی نیست آخر داملا.
و هم تا اندازه من خبر دارم در دزدی شدن رسم آقای اکرم انا این ابله دست داشته است. ها دوملا؟ با خدا این رو نمیدانم. خیر مالش با من اجازه دید. دوملا یگان چیز منوشیدید آخر این کار حل می شود. آقای کانون معلوم است که مونده شدم. من میروم. دوملا شما هیچ خاطر نشوید. کاری از دستم می آمده را میکنم. عروس شونده شما را حتما برمیگردانم. سلامت باشید. یگان جاتان غم نباشد دوملا. ای خدایا توبه. این عروسی حاجی زیا را کی دزدیده باشد؟ ای توبه. چیکار کردی؟ برادر کمی پیش یک احمقش در دستش آب و نان گرفته ها با اون طرف برد. یک جای دیگر است. شاید زورو در آنجا باشد. شاید. تو با کنعان دیوانه چیکار کردی؟ چیکار میکردم؟ گپ زدم. کوشش کردم که معلوم کنم انیقا زهره رو دزدیده است. من دیدم آخر او دستی تو رو میبوزی، تو رو حرمت میکرد. چیکار کرد از این بیعقله؟ نه این خیل نیست. نمیداند که من فاتحه شده زهره هستم. این خیل گوی؟ ای خیر رفته انگه رو گیریم؟ رفتیم. گوش کن با دقت باش. انم اینجا برادر. پیشوان بشویم. این رو از کجا پیدا شدن؟ من از کجا میدونم برادر؟ چیکار میکنیم؟ کرگون مرش برادر. ای برادر، کدام به شرفی به دین و به ایمان عروسی حاجی زیا رو میدوزد ها؟ آن آدمی دوزخی کی باشد؟ این بیشرف رو یافته به نزد من بیارید. اکا چی مرا نشنیدید مگر؟ زود رفته او را به نزد من بیارید. اکا چی میگویی؟ عروسی دامولوزیا رو ما دزدیدیم. خانم زهرا او فوت شده دامولوزیا است. چی؟ شما چی میگویید ها؟ ای سر من میکفد، سرم میکفد. شما کی با عقل میشوید ها؟ کی با عقل میشوید؟ عروسی حاجی زیا بودن آن دختر را چه خیل نفهمیدید ها؟ اکا من از کجا دانم؟ نمیک باید داند. با من هیچ چیز نگفت. چرا نگفتی ها؟ اکا من گفتنی بودم اما فرصتی گپ زدن. از پشتی تو شده بسیار گناه کردیم. توف چطا برا. اکا گناه با مو نمی نویسم. گناه با نمیک نوشته می شود. تو از کجا میدانی چینگیز ها؟ تو دامولایی؟ آخر همین خیل است. فوت شده دامولو بودن رو میدونست و نگفت. گناه او میگیرد. اگر خواهی از دامولوزیو میپرسد. چینگیز کلای تو کار میکند. تو چی فکر داری لعنتی؟ تو دیوانه هستی. تو چی ها میگویی؟ با دامولا میگویی که دامولا عروسی شما را ما دزدیدیم. آیا گناهش با کی نوشته میشود میگوییم ها؟ تو خدا زده هستی. یک راهی حل کردن این کار هست. با دختر خوب رفتار میکنید، گفتهاش را کنید و بعد با دامولا زیا عروس شوندهش را میدهیم. اما کمی دیگر دختر را داریم. شاید آن زاغ می آید ما باشیم کاری آن با آخر می رسانیم. فهمیدید ها؟ ابرین گم شویدی. ابرین دار. این محبت بین ما بسیار مشکل است. من برای طاقت کردن با مشکلی های این محبت تیارم. آخر این را با تو گفته نمیتوانم. درباره خودم همه چیز رو از تو پنهان میدارم. در اصل تنها سیمایم رو پنهان میکنم. اما باور کن خودم رو زیبا نشان میدهم، چون که زهرایم مرا زیبا بیند. من به تو دیوانه و عاشقم. شوکت در همین جا تو چی خیلی میتوانی خورخور کرده خواب میکنی؟ من نمیفهمم. رحمت برادر، همه فکرهای سرم را پریشان کرد.
به من گوش کنید. این دختر عروس دوملوزیو است. ینگه همه ما می شود. ناحرمتی نمیکنین. اکای کنعان فرمان داد که او را بسیار خوب نگاهبون میکنیم. نمیگ تو به محله رو خبر دزدیدن زهرا را پخش کن. تو را خبر کرده بودم. با من آدم بر این گپ زن. خودت را حرمت کن. آدم برین با آدم گپ میزنیم. گوش کن. در پیش اکای کنعان مرا شرمنده کردی. خبرکش را بس کن که کارم بسیار است. به تو وقت ندارم. اگر خواهی با اکای کنعان گپ زنم. من به محله می روم. راست به محله می روی. بخشیدم. وقتی بچه ینگه زورو ساز هستی؟ اکای کنون سلام گفت. شما را یک روز دیگر در اینجا می داریم. این را رسانم گفت. یگان خواهش داشته باشد شرم نداشته گوید گفت. همین خیر؟ بله هر چی می خواهی بگو. بسیار گرسنه شدم. من زود می آرم. چی خوردن می خواهید؟ قروتاب. قروتاب؟ بله قروتاب. راه قروتاب خانه دور است. پمیدار و بادرنگ و چک و نان خریده آرید من خودم میخورم. نه شما را کشودن نمیتوانم. خیر نه آرید نمیخورم. نه خانم زهرا فرمایش های شما را من خودم میارم. خاطر نشوید. یگان مشکلی است خانم زهرا؟ یگان مشکلی دارید میگوید ای دیوانه. کرسی بسیار سخت بود است میانم در کرد. بچه ها یگان کرسی ملایم بیاره. چی ایستادید؟ زود باشه. فرمایشتان قبول. زود میارم. این نمیچه است کو عیناً اوست. معلوم می شود که او با این کار همراه است به شرف. من دستان او را نشکنم گناه می شود. میگویند دیوار گوش دارد گوش موش. هجوم نمیکنیم برادر؟ کم بدتر. تو چی سفسطه میگویه برادر؟ چی خیلی چیز معلوم نشد؟ ثبتای کامرا را دیده؟ دیدم سردارم اما هیچ چیز نبرآمد. باز بینید. اطاعت سردار. ای خدایا توبه. این دختر را که دزدید؟ سردارم البته که کنعانی دیوانه. واقعا رسم را نو پوشیده بودیم. مگر این برای شما تصادف است؟ لیمن بس. خاموش سرم را گرنگ نکن. حاضر زهرا را یا کنعان دزدید یا زاغ سیاه. کی بودن زاغ سیاه را نمیدانیم آخر. حجت را به نام من کی روان کرد؟ چرا فرستاد؟ تمام. آخر زهرا را کی دزدید؟ البته که کنعانی دیوانه دزدید سردارم. رسم را باز میخواد. از همین سبب زهرا را دزدید. کنعانی دیوانه میخواد که به عوض رسم زهرا را عوض کند. وگرنه او خیسنگلت را در سرش میزند. کاش که تو را میدزدیدند. کاش که تو را میدزدیدند. او قیسنگل نازنین تو ماندگی مرا در سرش میزنه ای سردار. من کی از تو خلاص میشوم؟ من نفهمیدم سردار. لوند امروز از درون خواهش آنقدر تو را نجات دادن می آید که به تو فهماده نمیتوانم. کاش که تو را میدزدیدند و نجات میدادم. چی ها میکردم؟ سردارم بعض وقت دیلکی مرا میشکستید اما من حس میکردم که شما با من مهر دارید. البته مهر دارم. از دهانت بوی دروغ آمد. دو شو از اینجا دو شو. رفیق سردارم یک فکر حیوان به سرم اومد از گپ زنم. بگو آخه. سردارم
وای شوگری کنعانی دیوانه پایتکی دوز را چی خیلی از بقبیم بکنیم پرسپاس. از بیکاری خوبتر است. گابی آقا در کجا باشی زهرا؟ بله؟ برای چی شد؟ یا اینکه گریه داری؟ ایستا؟ با اون نل جمع کردید ها؟ نه بابا جان، وقتی آمدن هم گفتم که مناسبت ما با نل خوب است. بین اشکای چشمت میروند. نه بابا جان، از سحر باز من هم فهمیدم چی است. چشمانم سوخته دارند، الرژی شدم. از همین سبب است به فکرم. خوبش من رفته دست رویم رو شویم. ای خدا، اینها چیزی را پنهان دارند. من بابایم میفهمم. پدر جان، این کار ناخوب است. نبیرتان در خانه‌اش تنها مانده بود. برای همین به اینجا آمده است. او را بفهمید. 60 بار به این اونل گفتم گوی او را بیاید. اگر یگان کار دیگر کرده باشد عمیق جدا می شوند. پدر جان این خیلی فکر نکنید. اگر حالی با شوهر جنگ میکرد از رویش این را مشاهده میکردید و باز خودتان میدونید که نبیرتان سیر داشته نمیتواند. او حقیقت را همیشه میگوید. با کی زنگ میزنید پدر جان؟ به زورا. بهتر از زنگ نزنید پدر جان. حالی گفت کو من با زهرا صحبت کرده بودم. زهرا سلیم رو با بیمارخانه برده است. شاید آنها در راه باشند. بهترش آنها رو خاطر پریشان نکنیم. الو تلفنش جواب نمیدهد. شاید علاقه قطع شده باشد. تلفنش جواب نمیدهد. قوهش تموم شده باشد. بعد زنگ میزنیم پدر جان. ایستا حاضر یک به سلین زنگ زنم؟ نه، به سلین زنگ نزنید پدر جان. او حالا بیمار است. قوتی گپ زدن ندارد پدر جان. الو زورا جواب نداد کو. برای این به سلین زنگ زده ایستادم. الو سیلین عزیزم بیا اینجا شینه. بیا او هم نمیبردارد. شاید در نزد دکتر است پدر جان. لیکن فرخ به همه چیز جوابی تیار داری. بی آواز است، علاقه نیست. یعنی پیش وقتی خیلی نبودی. تو این گپا رو از کجا میابی ها؟ سله جان جانم شوی گریه نکن. گریه داب نشید. تشکری زیاد. سله جان به خدا ما خودم گنده نیستم. یگان خدمت باشم مرحمت. راستی میبینیمت لرزم میگیرم. این خیلی نگوید. اوی بینی تا بیوده نریزم. ای بخشیش اوی چشم بیوده نریزم. بله زورا با تو کی آمدنش را نگفت؟ گفتم که بابا جان به نزد دکتر رفتند. تکنون کارشون کمی تمام شود اون وقت می آیند. صدایش را یاد کردم. اشتهای تام. به شما هم.
اگر بزرگ یگون چیز شود من طاقت نمیکنم. آخر خانم سلین لطفا این غمگین نشوید. با خانم زورو هیچ چیز نمیشود. ما از قفای کار هستیم. لطفا خودتان رو پریشان نکنید. ای تونل سیل اومد، بیام توضیحش میکنم. تشکری زیاد. سلین تو حالم در اینجا هستی. عزیزم در اینجا انتظار نشو. به خانه رو. اگر یکم خبر شود من حتما به تو خبر میرسانم. خاطر نشو. زهره رو میابه. تشکری زیاد. لبین تو با من بیا. اما اکین خیلی به پروا ایستادیم. من بسیار ناراحت شده ایستادم آخر. حاله جون من چورش رو دیده ایستادم. وضعیت پدرم رو میدونی کو؟ مایلشو آهسته آهسته گوییم چی؟ خیلی آهسته. یک دقیقه چرا گفتنی؟ چی گپ است؟ از دیروز باز این فیش چی گپ شده ایستاده است؟ لین جان بیا با این کار دخالت نکن تو. اماک اگر خوی به ینگم هم گویم چخلی نباشد به نزدیکی بابایم هم میفهمد. گوی دخیر از خواطری میکفم. زهرا رو دزدیدند. چی؟ دزدیدند؟ چرا دزدیدند؟ پول میخواهند. نمیدونیم تولی، ما هیچ چیزی رو نمیدونیم. ینگه بینید به شما گفتیم اما دهانتان رو محکم دارید. به هیچ کس نگوید میلش. اگر بابایم فهمد دلش میکفت این رو برداشت کرده نمیتواند. ای حل جان مگر من میگویم اما شنود و دلش کفت ما هم خلاص شدیم اکنون. من باوری دارم که شما دهانتان رو محکم میدارید. باور کن عزیزم باور کن. یک دقیقه این دومولوزیو در کجاست؟ عروس شوندهش رو میدزدن هنگامی که در کارت این آدم رو نمیابید. ینگ هم راست میگوید. در وقتی در کاری اونا پدید شد. شاید او هم جستجو دارد. در خونه آمده همراه ما بنشیند مگر. شاید کوشش پیدا کردن او را دارد. اما که او چقدر امکان دارد و از کجا جستجو میکند؟ یعنی در اینجا اونال ماندگی و دومولوزیو میابد زهرا رو. اوف. چی شد؟ کرسی می‌خورند. اینجا زواد میبیل بروری باشه. شوکت دویده فرمایش رو از اون شخص بیار. چی برادر گروس نموندی؟ ای برادر یکان چیز نپرس بیار گفتم رفته بیار. مایلش حاضر میاره. ای جان معلومه بشه که رفت. الو چینگیز عروسی بابایشان را خوب نگاه بین کنید. خاطر نشو اکا مشکلی نیست. گروس نشده است. کروتو فرمایش کردین. اکا زهرا این را خواست. نمیک رو به محله رمون کردم. مایلش من با اونجا کمی دیگر آدم میفرستانم. آن زاغ که دو پیدا کی شد دستگیرش کنید. زاغسیو اینجا را چه خیل میابد؟ ای چینگیز تو صغیره چه خیل آدم هستی؟ از مکاری من شخصی که رسم را دزدیده است دختر را نمیابد ها؟ بر پدرتان لعنت. آیا پا خبرها رو شنیده؟ چی گپ شده است؟ نمیدونید مگر عروس شونده دومولوزیو رو دزدیدند. ای خدایا. چه خیل؟ کی دزدیده است؟ نشیده چرا نگفتی؟ خبرها راستند؟ راست. آقای اونال جستجو دارد اما حالا هم نیفتند. ای یا خدا تو زهرا را محافظت نمو. معلوم بود تلاشی دوملو برای همین بوده است. وای بیهوده با اینجا آمدیم. این خبر کیها پهن شده است؟ دومولوزیو رو ندیدید؟ از سحری باز نیستد. به سرش یکم بلان آمده باشه. نپرس آقای خلیل. عروس شونده دومولو را دزدیدند. چی؟ کی دزدیده است؟ کی دزدیده است نمیدونه. پلیس جستجو دارد. دعا کنید که هرچی زودتر بیابند.
домлои бечора аз рӯзи омаданаш ба сараш чӣ балоҳое наомад? ҳамаш айби зуҳро. эй ҷамоати муслимин, арӯзшавандаи домулозиё хонум зуҳроро дирӯз вақти шаб ӯ мурдааст. астағфирулло гӯядама кераҷ. бечора ҳайфши. худо раҳматш кунад, духтари хушрӯ буд. эй ҷамоат, ин хел гуфтанӣ набудам. худо қувваташ диҳад. дирӯз вақти шаб дуздида шудааст. кӣ дуздидааст? яъне ҳоло домло арӯзшавандаашро ҷустуҷӯ дорад. устодам дар бало монд. ваҳ зуҳро хонум, ваҳ. эй ҷамоат, дар ин рӯзи вазнини домулло бояд дар бараш бошем, аммо аз дасти мо ба ғайр аз дуо кардан ҳеҷ чиз намеояд. лутфан пеш аз рафтан барои фотиҳашудаи муҳтарам домулозиё дуо кунед бародаро. дуо кунед падарҷон. дар ҳамин ҷои? дар ҳамин ҷоям. маро чӣ қадар дигар инҷо медоред? то омадани зоғи сиёҳ. чанд бори дигар ба шумо гӯям, ман зоғи сиёҳ гуфтани шахсро намешиносам. хонум зуҳро, ӯ шуморо мешиносад. шахсеро ки ман намешиносам маро чӣ хел мешинохта бошад? аҷабо. бахшиш, ба фикрам фармоишатон омад. ман онҳоро меорам. бас охир монда шудам. марҳамат ака. чанд сум шуд? 25. ҳозир ака бақиятонро диҳам. сардорам, ба инҷо хӯрок овардан. ба касе фармоиш додан. майла, чашматро аз он ҷо накан. ман омада истодаам. чӣ мегӯяд сардорам? хӯрок фармоиш додаам. мехӯрӣ? ба худо рӯдом тандир задистан сардор. даматро гир, даматро гир. вақте кашондаан гир. офарин. چی گپ است؟ کیست اینجا؟ خورشید، برای نجات شما آمدم. این توی؟ خواهدی نشوید. کمی بعد از اینجا میبرایم. چی شده ایستاده است؟ کمی دیگر. تو کیستی؟ زاغسی تو هستی؟ داشتم اما ای برا استغفرالله اکا این خیل نگوید باقیاتون رو ای بدیم. کم شوقتی بولن نگیرید باقیاتون رو. چی گپ است؟ زاغسیا ایستا خانم زورا شما میخوانه ما هستیم لطفا سرده مرا چیکار کردی؟
بشرف از پشت تو آخر عروس دوملوزی ها رو دزدیده. اکای کنعان. پیش از کنعان من تو رو میکشم. سرده مرا. زهرا خوب هستی؟ زهرا ای حضوری مقدمت در رو کشک شد. زنده است؟ بیو سرش نزد شد زود بیرون رفتیم. زود باش حکت. برادر خفه نشو، اما بعضا کلر هیچ کار نمیکنه. دروغ. از آنه که ینگه زهرا را زاغ سیاه پاغ سیاه شدن نجات میدی، دوملوزیا شدن نجات ده، قهرمانی اون میشوی. ده تو این خیلی میگویی کمیسر رونالیا که در اونجاست دستگیر نکند باز کارهایمان برباد میرود. لیکن در حیاتت یکم برگ پیروز زود بیرون روان. دستانتان رو برداره. در اینجا اینقدر آدم جمع شده است، پس در داخل انیقگان واقع شده است. من هم با فکر شما راضی هستم. کوبی ینگم در اینجا یکم جو نفرمانده باشه. ای زهرایم اگر با تو یگان چیز شود چی کار میکنم؟ کلاس و شکلی ای مرا گوش کن. با فکرم دوایی کردم من با وی پایده کرد. من با تو گفته بودم که برادر روز می شود تو با ینگه زهرا آیله دار می شوید. البته اگر نمورده باشه ماشین تویتون ما با کله می گیرم. گوش کن شوکت به عقلونه گپ نزن. با خدا گنده باشی که ها؟ روی مگر پدرت نمیپرسد که دزدیدنی زهرا رو چرا از من پنهان کردید؟ نمیپرسد ها؟ خیر گفتم که اونال او رو نیفت. پدرت از شما ای رو نمیپرسد مگر چرا از من پنهان کردید گفت؟ اگر یگام چی پرسد از من میپرسد تو همراه نشو. نه آخر من هم علاقه میدونم، من هم جوابگر هستم. چرا آخر پنهان میکنید کی؟ گویا نمیدونسته باشی پدرم بیمار است، کسل دل دارد. اگر شنود میمورد آخر. اما همه وفات میکند. گویا که ترس به اجل یگان فایده دارد. همین خیر وقتی همه می آید گویمو هیچ چرا نه اندیشم. حاضر فراماده با پدرم گویم که زهرا را دزدیدن. چی؟ زهرا رو دزدیدن؟ کی دزدیده؟ انا بین همه یک تا به یک تا میشنود. هیچ چیز تو ابد پنهان کرده نمیشود. اینه که تو هم به این چسبیدی فروغ. آی مادر همه چی رو چرا پنهان میکنی؟ تو هم به این چسبیدی ملیس. مادر البته میچسبم، مگر من حقی دونستن این رو ندارم ها؟ بعد از آنی که ملیس پرسپاس دارد، کی میداند پدرت چه خیلی پرسپاس میکند؟ نمیدانم چی فکر کنم. تو حالا هم پنهان کن این رو، پنهان کن. با مادرت گوی زبانش را نگاه دارد. با بابایت هیچ چیز نگوید. نباشد میدانی که دلش نمیبردارد. بله مادر با بابایم نگوید. ملیس دخترم با پدرت گوی که برای حقیقت را فاش کردن اخلاقی بد دارد. این رو فهمده کنم. بله پدر بله. باز چقدر پنهان میکنید آخره؟ ملیس با مادرت گوی کی؟ ای بس است آخر. چی گپی دارید به یکدیگرتون گویید؟ مرا در بین ندارید. آخر من چی گویم ها؟ چی گویم با تو؟ چی گویم؟ اینجا نمیبردارد. چیزی که گویم بیهوده است. نه این خیلی نمی شود. با کجای نروم آرام نمی شوم. از زهرا حالا هم خبر نیست. یک بار هم زنگ نزده. حالا که صدای مرا نشنود آرام نمی شود. این دختر گویا داخل به زهرا یگان حادثه روی داد. امک الله که باید یگان چیز گوییم. گفته نمیتوانیم نمیبردارد. حالتش رو بینید آخر چی خیلی است؟
بابا جان با کی زنگ میزنه؟ باز یا زنگ میزنم. داماد در کجا بودن فاتحه شده اش را میدانستگیست. اگر نداندم یا بد. این بابی ایشانم جواب نمیدهد. شما از من چیزی را پنهان میکنید ها؟ نه من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. میگویم مادر چی میگویی؟ چی را پنهان میکنید ها؟ آخر با این راه با پدرم خوبی نه بدی میکنه مگر نمیبینید حالی او را؟ یا اینکه زهرا به صدمه دچار شد؟ نه بابا جان خدا نشان ندهد یگان صدمه روی نداده. خیر نباشد چیز گویید؟ پدر جان زهرا را دزدیدند. فروخ بیا کمک کن. بابا جان آرام شوید. بابا جان صبر کن. ترسیدی مایی؟ خانم زهرا خوب هستید؟ شکر خدا. من در کجایم؟ شما کی هستید؟ زهرا جان دامن سیاه. شکر خدا که خوب هستید. دامن سیاه من چه خیلی به اینجا آمدم؟ مرا بسیار ترساندید خانم زهرا. شما را دزدیدند. در همه جا جستجو کردم. از مسجد آمده ایستاده بودم که شما را اینجا یافتم. شما چه خیلی به اینجا آمدید؟ زاغ سیاه. کی؟ زاغ سیاه او مرا نجات داد. با خدا این زاغ سیاه کسی باشد خدا از او راضی باشد. در اصل با او آشنا شده با او رحمت گفتن میخواهم. چه خیلی آدم بود نمودش رو نمیفهمید. در رویش نقاب داشت. رویش رو ندیدم. آخری خیلی نمیشود خانم زهرا. یعنی اقلا یک رحمت گویم با او دل من آرام نمیشود. با خدا عجب. یعنی نمودش چه خیلی بود اینش رو گوید؟ مانند قهرمان یک فیلم بود. در فیلم ها می شود که او به مثل سوپرمن بود. چینگیزی حیوان، چینگیزی بیشاخ، آدمان آمدن مکانمان را اشغال میکنن، دختر را میبرن. چرا شما را میخورانم ها؟ چرا من شما را میخورانم؟ او کیست؟ این زاغی سیاه کیست؟ کیست ها؟ کیست میگویم؟ اکا در اصل خوب شد که او آمد. اگر نمی آمد کمی سر اونال هم امان رو دستگیر میکرد. چینگیز میسوزانم انگیش میشود. خدا بلایتان را دیاد. نه اکنون مسئله ناموس شد. به هر دوی ما تنگ است. یا زاغ سیاه یا من. تو را شکست میدیم اما اول تو را به چخوری جهنم. زود نابود شمید روید. خوشبوی را ده. زهرا بیاید. زهرا دیدید ینگه چکور کردید؟
اکنون این حال بابایم رو ببینید. شما از آنی که مرا سرزنش میکنید زهرا رو یابید. از ترسی آنی که با پدرم یگان چیز میشود خسته دختر رو جستجو نکردید. از این شب زهرا در خانه نیست. این رو فهمیدید؟ ینگه ما همش رو فهمیدیم، اما از دستمون همین قدر کار میآید. اونال هم باشد از دستش می آمدگی رو کرده ایستاده است. زهرا آمد. آپا جون. زهرا جون. زهرا دخترم. زهرا جان این چی بلایی بود که به سرمون آمده؟ پدر جان نه زهرا آمد. بابا جون نکن. زهرا دختر جانم. آمدم بابا جونم. جونکی من. دخترم به تو یگان ضرر ندادن نه؟ خوبم بابا جون. بشمانخی چی شد؟ تو رو دیدم که الکی خوبم جانکم. بشما چی شد بابا جون؟ چی میشد؟ بعد اونی که تولین دزدیده شدنی تو رو گفت بابایم همین طور شد. احسن به تو. زهرا کمی فهمون چی روی داد؟ دامولوزیو. از وقتی که زهرا گم شد شما هم در این جایها نبودید. با فکرم او را جستجو داشته ده؟ البته خانم تولین، دیگر کار کردن هم ممکن نبود آخر. زهرا جان کنی فهمون تو رو اونال یافت؟ چی خیل شد؟ نه اپا جان، مرا زاغ سیاه نجات داد. زاغ سیاه؟ بله. زاغ سیاهش کیست؟ زاغ سیاه؟ زاغ سیاه سوپر قهرمان نزدیده نوی زهرا برادر این دفعه انیق به تو عاشق شد. شوکت تو دیوانه یا؟ قهرمان من نیستم آخر برادر، زاغ سیاه است. من این وضعیت رو نفهمد گفته داملا زیاه هستم که با او ازدواج ساخته کردم. چون زاغ سیاه میگویی چشمانش کشاده میشوند. با من حتی تا این دمی خیلی نگاه نکرده بود. برادر تو عقلت رو خورده ای؟ تو خودت از خودت نفرت کرده ایستاده ای؟ زاغم توی کیلس هم اولا هم. من همین رو میگویم شوکت. کلت کیلس، زاغ سیاه، داملا زیاه، من کیم برادر؟ ای مرا گوش کن برادر، میگویند به یک مرد 40 هنر کم است. از نو 3 هنر داری: زاغ، کیلس، ملا. تو مرا نمیفهمی ها؟ آخر چرا من یک آدم شدن نمیتوانم؟ من تنها یک آدمی که زهرا دوستش میدارد شدن میخواهم و خلاص. برادر در این دنیای غریب از عهده 3 نقش برآمدن بسیار کاری خوب است. خدا به تو 3 تا نصیب کرده است. استفاده بردن گیرو برادر. شکر ای تو سر و کار داری برادر ها؟ استغفرالله چه علاقه دارد؟ من تنها چی را فهماندنیم؟ حالا تو همچون زاغ سیاه زهرا را جلب کردی که حالا تو زاغ سیاه هستی که زهرا هم این را نفهمیده تو را نداند هم. گپم را گم کردم اما تو مرا فهمیدی. بخشش برادر، ساده کرده فهمانم تا ما نجات ندادیم برادر. آنقدر جان کندی، عذاب کشیده نجات دادی. تو چرا در نزد دختر نیستی؟ تو چرا فهمیدن نمیخواهی؟ کمی سر رو نو یزنه این دختر کمی پس همینجا آمدنش ممکن است. من گویا که نمیدانم. از همه درستش تو میدانی. نفهمیدی برادر، نفهمیدی ها؟ خیلی ما برای شما بیعقلیم. تو میفهمی و هم بوجه مرا در یک جای مانند انبار نگاه می داشتند. بعد زاغ سیاه نجات داد. نقاب داشت. یک به خود بودم یک بی خود. راستی اونقدر خوب در یاد ندارم. چی ها شد از ما بی خبر؟ سیلین به تو گپ ندارم. بابا جان برای سلامتی شما. به تو یگان ضرر نرساندن ها؟ چند بار گفتم که جانکی من هیچ ضرر ندادند. مانند فیلم شده است. زاغ سیاه چرا تو رو نجات داد؟ مادام که نمیشناسد. من از کجا دانم که زاغ سیاه چرا مرا نجات داده است؟ بابا جون اونال میخواد که از زهرا بیانات گیرد. خوش آمدید یزنه. خوش باشی جون. خوش آمدید. سلام خانم، سلامت باشید. سلامت باشد. از آن آدمانی که زهرا را دزدیدن و زاغ سیاه را هم یافته، از آنها بیاناتشان را گیرد. میابیم جناب، خاطر نباشه، هیچ غمگین نشوه. بابی اکرم خاطر نشوه، سردارم گفت میابم. زهرا حالت خوب است؟
خوبم یزنه. زغرا فهمون که چی خیلی نجات یافتی؟ در مکانی مانند انبار بودم یزنه. بعد زاغ سیاه اومده مرا نجات داد. آدمون رو به زمین افتاند. اونقدر در خاطر ندارم نی خوب داشت. اما در اینجا در کتفش یک رسم کشیده شده بود. رسم داشت؟ سردارم رسم میگوید. زغرا چی خیلی رسم بود؟ به خاطر ندارم اما مانندی چی بود؟ به خاطرم اما انیق رسم داشت. چی خیلی رسم داشت زغرا؟ نمیدونم یزنه، از یادم رفته است. اگر این زاغ سیاه کلتکلاس نباشد من دیگر هیچ چیز نمیدانم. ای کلتکلاس تو حالا هم نمرده ای؟ زنک جان من، اگر تو حالا هم دانی که من کلتکلاس را فکر دارم از من جدا میشوی ها؟ یزنه فکرتان پریشان شد؟ نه فکر داشتم. عزیزم این زاغ سیاه کیست میدونی؟ در حقیقت کیست این زاغ سیاه؟ زورو جون افتش چی خیل بود؟ جونکم گفتم که به خاطر ندارم نقاب داشت، اما قد و بستی بلند داشت، مانند یک آدم کلان با لباسهای سیاه بود، مانند شاهزاده سیاه، مانند سوپرمن، مانند بتمن. چه خیلی زوره. ملیس ای خاموشی است. باز خوشت نرود سوپرمن گفته. اونال جان تخمینا نگم چی رو میدونه؟ دربارش پورا معلومات نداریم لیکن تحقیق داریم. نبیرم را نجات داد کو. برای من از همه دیده عزیزتر است. اگر او را بینم از پیشانیش میبوسم. بابی اکرم از بالا نقاب بوسه کردن جایز نیست. بابا جان من سخت مانده شدم، رفته استراحت کنم میشود؟ میشود البته. رفته استراحت کن. چی ها سر نگذراندی؟ سلین بیا به دوگانت کمک کن. البته بابا جان. زورو جانکم بیا. عزیزم با اجازت شما. زورو جان بسیار خسته ای، استراحت کن، اما پگاه به شوبه بیا بیانات پر را گیریم. مایلش از نه. شبی خوش. شبتان بخیر. خیر. شب بخیر. رسم چی بود؟ تمام. یه ما گپ نمیزنم، دیگر گپ نمیزنم. ای زورو بس سکنون. زاغی سیاه دیدگی عاشق شدنت رو فکر میکنن. باوری دارم که اگر تو هم میدیدی تأثیر میکرد. نقابش، قامتش، زیباییش، علاوه بر این حیاتم رو نجات داد. ای قهرمانی من است. ای دختر خوب هستی؟ با شخصی که رویش رو ندیده عاشق میشوی؟ من نه، او به من عاشق است. آدمی که مرا دوست دید همین خیلی گفت. زهرایم میگفت است. زهرا لطفا به خدای، یعنی تو به گپ‌های روزنهای شهر باور میکنی؟ زاغ سیاه بوده است. آن آدم رو حتی نمیشناسی. شاید دو همانند آدمانی که تو رو دزدیدن گناهگار است. از کجا میدونی؟ ای سفسطه نگوی سیلین. سیلین به فکر تو من او رو بار دیگر میبینم. آخر من او رو دوست داشتم. آی این چی خیلی کار ها؟ ما اینجا جان میکنیم زاغ سیاه با نقاباش قلب دختر رو یافته است کن. این کار رو پرتایم زاغ سیاه شوام نباشد. زهرا جان ببین، تو به خیالهای خم داده شده خودت رو محو میکنی. من همچون دوگانت رو خودی رسان میکنم که تو خانم زهرا هستی، عروس شونده داملا زیا. ای من از رنگ روی او بیزارم. این توی ساخته است. بله ساخته، اما همه این رو حقیقی میدوند. این رو هیچ از خاطرت نبرور. اگر ما داملا زیا رو از دست دهیم میدونی چی میشود؟ السلام خانم زهرا. تقریبا سلامت باشید. تشکر زیاد. در محله یک طفل تولد شد. نامش بیتول است. ما در تولد او اشتراک داشتیم. حالا اویلش مرا، البته که شما را هم همچون فاتحه شده من دعوت دارند. عجبا مرا همراهی میکنید؟ البته دامولازیو، شما در پایان انتظار شوید لباسایم رو پوشیده می آیم. تشکر.
زهرا جان زود. ای مایلش سلیم. سردارم ما چرا این کنعان دیوانه رو حال هم دستگیر نمیکنیم؟ آخر آن آدم قیسنگل تدوزید کو. یکی از آدمهایش گناه را به عهده گرفته است. کنعان میگوید خبر ندارم. هیچ گم نه. زهرا یافت شد وزیر به مسئله اساسیمون برمیگردیم. مسئله اساسیمون چیست سردار؟ کلت کیلاس و یا نام دیگرش زاغی سیاه. یعنی سردارم شخصیت زاغی سیاه و کلتکلاس رو من گفتم، اما کلتکلاس دوست است. حالا که این زاغی سیاه شخصی خیرخواه سوپر قهرمان مانند زارا است. این دو شخص مگر یک آدم هستند؟ برای این را فهمیدن تنها یک راه است. کلت کیلاس را دستگیر کردن. اگر کلت کیلاس را دستگیر کنیم و زاغی سیاه از بین گم شود، معلوم می شود که هر دویش یک شخص است. در اینجا یک مشکلی کلان است. ما از زنده بودن کلت کلاس باوری نداریم سردارم. میلش من به جنازه او رفتم، قوش چقور کندیم، حتی امام محل هم اونجا بود. میلش لیونت، شخصی گم کرده شده را از کجا میدونم که کلت کیلاس بود؟ از کجا میدونم؟ آن زنده است. سردارم عجبا، زاغی سیاه رو دستگیر کنیم، یعنی برای آن میگویم که دستگیر کردن کلت کلاس مشکل است. ای سفسطه نگوی. سردارم خواهر کلت کلاس بیتول است کو؟ او را بیابیم. آفرین آفرین پسرم، خواهر کلت کلاس رو تو کفت داشتی. چی شد؟ کفت داشتم رفت سردارم. وقتی که زورا رو که دوزیدن دیگر وقت نشد، فقط از پی زورا شدیم. لیوین رفته خواهر کلت کلاس رو پیدا کن. در این حیات تنها یک چیزی کلت کلاس مونده است، خواهرش. آن آدم سالها باز خواهرش رو گفتگو میکرد. خواهر کلت کلاس رو استفاده میبریم. انا راهش رو یافتیم. رو کنم یاب. گب نه سردارم، هم قخرسانم کردی که. آفرین به تو، آفرین چرچشمه من. بسیار با احتیاط باش زورو. نامی آن زاغی سیاه رو دیگر به دهانت نگیره، حتی فراموش کن. یعنی وقتی که درباره او گپ میزنی چونون میشوی که حیران میکنی آدمون رو. اگر دومولوزیو این رو فهمد هیچ خوب نمیشود. مالش سلیم مالش. دومولوزیو به سیول عاشق شده است گفته همه چی رو چپه کردی. گفتم که به دیگر کس دل میبندد و دیگر کس عاشق میشود، یعنی ازدواجی ساخته و حیران میشود گفته دو کردی. حالا باشد برعکس، مگر تو به دیگر کس دل نبسته ای؟ زورو گوش کن، خوب گوش کن. دومولوزیو هم آدم است، مگر این خیل کار رو قبول میکند؟ حتی آدم دیندار. یعنی اگر اوضاع به دیگر کسی بستن تو پنج شود چی میشود میدونی؟ از او چی رو انتظاری؟ انگشترین رو برای آدم میپرتاید و عقبش رو نگاه نمیکند. راست میگویی؟ البته راست میگویم. ها علاوه بر این به اون سیول گفتن دختر دقت ده. برای جلب کردن دومولوزیو از دستش نامدهی کارو میکند. احتیاط باش، نگذار که دومولو رو به خودش جلب کند. احتیاط. راست میگویی. دومولو هم باشد، آخر دومولو مرد است. یگان زن اگر کم بودی داشته باشد دلش خنک می شود. من این را فکر نکرده بودم. راست میگویی؟ البته راست میگویم. در اینجا بیهوده گپ میزنم اگر. تو چیکار داری شوکت؟ کدام زنه که اخراج شده است؟ با تو چی ماشین تو هست مگر؟ گوش کن. بگو. این واقعه زاغی سیاه با دلم زدن را سر کرد. زهرا رو بینی، اگر گپی زاغی سیاه رود آواز و گپزنیش عوض می شود. خب برادر تو عجایب بودم هستی. در تقدیرش کسی باشد. دختر از کلت کلاس گریخت به دومولوزیو زد. آنجا هاپ زاغی سیاه برآمد. خدا قربانم برایت. ما چی رو انتظاریم برادر؟ زهرا رو با دیدن اون طفل می رویم. بیتول بود کو. ها همه خیال گو.
برادر از این پس نقابت رو پوش چلاوک پاوک کن خدا ینگا اومد. شاکت بس کن. سلام. خیر تو از پسی کارت شم. مال دولا مال انگا من برم هم زمین پو بیل کنم. آشوریم کما مرو پیش فوز گرفته است. کلام شوی. تو فرو بیار. اوه چه خیلی دخترکی خوش رو و مثل زهرا کنی پیشی هم گرد آشالله که ما اینجا جوانا که ما با شما مانند هستیم. تشکری زیاد. بیا عزیز دیلم بیا بیا. سلامت باشی زهرا جان. خدا را شکر سلامت به اویلت برگشتی. تشکر زیاده پجان. سلامت باشید خانم زهرا. خدا نگهبانتان. وقتی که تو رو دزدیدن داملازیا بسیار غمگین شد. شما او را دیگر غمگین نکنید. ما مردمی محله بسیار به او احتیاج داریم. من رفتم. خیر نقص مانه. این دختر رو زن برگزید مگر؟ من هم نفهمیدم. ما فهمیدم. داملو زیا. خانم سیوال داملو اگر خواهید بعد شام به کارخانه ما بیایید. به شما شیرینی پختم. اگر بیکار شوم البته میآیم. انتظار میشوم. این چی بیادبی است ها؟ چقدر زنی بیشرم است؟ مگر این به شما میزیبد داملو؟ چی؟ یکم فاتحه شده اید. دویم داملو هستید. سیوم دعوتی یک زن بیشعبه را قبول کرده ایستادید. ها شما چرا اینقدر عصبی شدید؟ من نفهمیدم خانم زهرا. چرا عصبی نشوم؟ به جای کاری اون زن نمی روید. نباشد؟ نباشد چی؟ نمیزیبد خدای تو میلش ازدواج ساخته هم باشد. در این نتیجه در گرد و اطرافمون بعضی از مسئولیت ها داریم. گوش کنید خانم زهرا. با شما این رو چند بار گفتم. من در بین من و خانم سیوال خیلی که شما فکر میکنید یگان حسیات موجود نیست. من نمیدونم داملا. من حالا به نزد یزدم رفته ایستادم برای بیانات دادن آن شخصی که مرا دزدیده است. شما لطفاً نمازتان را در مسجد خونده و درست به خانه روید. به جای کاری اون زن نروید میلش. خیر شد خانم زهرا. من دیگر از دهان شما نباید که نام زاغ سیاه را شنوم. همین خیلی میشود. اما با زاغ سیاه شناس شده برای مرا نجات دادنش تشکر گفتن میخواهم. حالا هم زاغ سیاه میگوید ها؟ تمام هیچ گپ نه رفتیم. تمام. داملا شکری خدا که عروستان پیدا کرده. تلخ کف شدیم به خدا. داملا خدا نگهبان تو باشه. سلامت باشه. خدا شما رو دوست می داشته است استاد. رحمت تشکر. میلش داملا تا نماز است. سلام علیکم حاجی زیا. بیا دست بگیرم. خوب هستی داملا؟ بخیر است. عروست را دزدیده بودن او را یافتی؟ یافتیم زحمت نکشید. آه بسیار شاد شده به. او را کی دزدیده بوده است؟ به خدا عجایبش این که در اون وقت از سبب بیهوش بودنش هیچ چیز به خاطر نداره. کاش که با یادش آرد. چرا؟
وای یعنی داملا معلوم یعنی این خیلی خوبی کردن کاری خوب کردن با این مقصد فقط همین داملا سلامت باشید خیر داملا از پیدا شدن عروس شوندهتون بسیار خرسند شدیم علاوه بر این اگر یگان کار شود ما در همین جا هستیم خیر خوب مانه داملا سلامت باشید همین تو نمیرسیدی در اینجا چشمانش بسیار روشن بود یعنی چخیل به تو فهمانم چشمانش بسیار تنگ بود که قریب رنگ کنای تنگین بود رنگ رویش سبزنه سیاهی سیننگ سرخچه کبوچه بود فهمیدم یعنی محتشم رنگی رویش رو لیکن زور معرفی کرده چخیل شده؟ بسیار خوب بسیار خوب لیکن برادر این کمبودی دارد کمبودی دارد اصلاح کردن در کار قلم رو بتید قلم رو؟ بدو قلم اینه خیلی میکشن باز این رسم رو 100 تکسر کپی میکنن بگیرید در تمام استالوفکوس طالبای شهر بچسبونید فهمیدین من نظارت میکنم رنگش تمام شده است عصبی شدم سیلین ای عصبی من در حیاتم مانند سیول زنی به شرمهای رو ندیدم با دامبلوزیا جلوه کرده او رو به کارخونش دعوت کرد به فکرش دامبلوزیا رو از من میگیرد من به تو گفته بودم زورو جان میبینیم چه خیل میگیرد با من نگر من به او میگذارم که دامبلوزیا رو از من گیرد میگیرد نه آخر سخته هم باشد دامبلوزیا فاتحه شده من است خیر نه؟ اینم آفرین زورو جان انا همین خیل بیا اکنون گپی آن زاغیسیو رو فراموش کن دامبلوزیا رو نرنجان با احتیاط باش رفتیم خانم سلین خانم زورا مرا سردارم انتظار است درا سلامی از نه زورا جان خوش آمده خوشبخت باشید اکای اونال جان سلین جان خوش آمده مرحمت شنید السلام چه خیر شما چه خیر شد خوبتر است این بیتول است خواهر کلتکلو است یافتمش با خدای با خود سیوال جان سامبوسات با مزه بوده کی آش شود نمیارزه سرگوشتک بوده کی با محبت پختگی رحمت اما خفه نشه سیوال جان من سامبوسه را ایتوخ شروعتر میپزم اگر خطا نفهم یک چی پرسم سیوال جان به خدا خفه کرد نخواد یک سوال 100 سوال پرس داملازیو با خانم زورو چرا فوتیا کردن؟ لوبوف از بیرون این خیل نمی نماید همه عشق خودش پاید چیزی درونکیه درونکی میسوزی میمری هیچ کس درکت نمیوه داملا و زهرا هم درونکی میسوزند موافق است نه؟ موافق؟ بله کاش که مرم عاشق باشم مرا گوش کن نمیکچه
به سیوال جان نزدیک نشو وگرنه در همینجا بلوتوث هوی میکنم. چی گفتی؟ نفهمیدم. بلوتوث را هوی کردن به تو تاثیر نمیکرده است نه؟ شرایط داری؟ چیکار کردی؟ مگر آدم رو بسر میزنه؟ اینه بین چه بینیم خونوما چیکار کردی ها؟ چی شد ها؟ ها چی شد؟ ها؟ خیکنی؟ با تو کرچه میزنی ها؟ مرد باشی بیا کنی بیا کنی بیا گوشپر بیا کنی تو گوشپر فراموش کردی من شاگردی جک چنم بیا کنی کجا میگرزی گوشپر به خدا با شمال همه افتیده. خوب هستی؟ خوبم بینیم خوب نامد. سردارم یک خبر خوش آوردم. چی شد لوین چی؟ خواهر کرتکلت رو یافتم. در محله زندگی میکرده است. دکتر بوده است. همراه مادر پریوم نیز زندگی میکرده است. روزی دراز شکلات خورده میشیشته است. آفرین چارچشمه، آفرین پسر، بسیار کاری با موفقیت کردی. شوکت را در آن محله بسیار میدیدیم. انیق یکان علاقه دارد. یعنی شوکت خواهر کرتکلت خدا آرامتی را میشناسد سردارم؟ همین را گفتنید؟ میبینیم یک نقشه دارم. اگر کرتکل زنده باشد به دستمان میافتد. میگوید که شوکت را داشته بکنیمش پرسپاس؟ نه، شوکت را پرسپاس کردنمان هیچ فایده ندارد. من دیگر نقشه دارم. انو کس کجی؟ لوینت آزیر به آن محله می روی، اما همچون پلیس نه، همچون آدمی عادی می روی و شوکت رو می یابی. ای تگی چشمت سیاه شده نه است. جانی من هیچ چیز نشده است. به خود زود میگذرد. ما عادت کرده ایم. خیریت سخت نزده است. حاضر این یک دردش رو میگیرد، همش خوب میشود. این خیلی که من شته خوردگی اون خریق شته خوردگی نیست. این کله چیه؟ اینجا بیا یک طرفیستا بخیر که با شته میخوری به خودو. بس هست چرا بیچاره را میزنی؟ دیگر به اینجا نه حیوان. ها بچه اینجا چی به ترتیبی های؟ سوی اینجا کیست؟ آقای پلیس حالا به ترتیبی رو یک طرف گذاریدو. شخصی گناهکار از خفایتان خاموشانه میگریزد شما نمیبینید. پیمپیگ زیادی نکن، من برای تو اومدم. برای من؟ در آنجا صحبت مخصوص میکنیم. تو با من چه خیلی مخصوص صحبت داری ها؟ گپا کم کن. یا خدایا با آنجا روم. به خدا بسیار چای زور. یک دوستی جانی داشتی بایاتت هست؟ من یک تا دوست جانی داشتم او هم رحمتی شد میدانی؟ ها آخر رو میگویم کرتکل است. ما خواهری رو پیدا کردیم.
چی گفتی؟ میگویم که خواهر کلتکلس رو ما پیدا کردیم. تو راست میگویی؟ خیر تقدیر، کلتکلس بیچاره خواهرش رو نفته این دنیا رو پدر گفته رفت. خواهرش در کجاست؟ از کجا افتید؟ تقدیر رو ببینه، اگر کلتکلس خواهرش رو میدید چی میشون؟ بیچاره آرمان در دل را. ای برادر، حالا خواهرش در کجاست؟ این رو با من گوی. آخر تو از حرکت های شوکت کی بودن خواهر او را دانستن و ندانستنش را میفهمی. اگر نداند انیق از تو معلومات گرفتن میخواهد. شیطانگری میکنی ها؟ گوش کن، آرامانه باز میپرسم، خواهر کلتکلس حالا در کجا است؟ یک دقیقه تو از من معلومات گرفتن میخوایی ها؟ یا خدایا با من صبر بده. سردارم شما بسیار هم زیرک بودید، راست برآمد. برادر گوش کن، خطا نفهم، چی گفتن را نفهمیدم، اما ما با کلتکلس سالها باز خواهرش را میجوستیم و دیدن نصیب نشد، فهمیدین؟ اقلا اگر او رو یابم برادرش او را چقدر دوست میداشت میفهماند. کلتکلس اقلا در قبر آرام میشود، فهمیدی؟ برای همین سراغش را به من ده، او را یابم بسیار خوب میشود. البته ای آخر من با خواهرش گفتن نتوانستم که کلتکلس مرد. گفتن نتوانستم، وجدانم نبرداشت. از چهره‌ات معلوم است که شیرین سخن هستی. تو با خوبی با خواهرش را فهمو. میلش من سراغش رو میدیم. بسیار ثواب کلان گرفتید گفتمانم. رودسیا که صغیره رحمتی بسیار جستجو کرد. تقدیرم این بوده است. سردارم، خیر ما کی بودن این خواهر کلتکلس رو به شوکت میگوییم؟ سفسطه نگو، مگر این ممکن است کسی اساسی را از دست میده. پس چیکار میکنیم؟ دیگر سراغ را میده. ما باشیم با تمامی گروه اطرافیان سراغ را احاطه میکنیم. درچی؟ اگر کلتکلس زنده باشد که زنده است، شوکت باشد دوان رفته در آن خانه زندگی کردن خواهرش را به او میگوید. کلتکلس چی میکند؟ زود به آنجا برای دیدن خواهرش میرود. همین خیلی سردارم. بعد ما چی میکنیم؟ در جوش میبرداریمش. آفرین به تو لوین، آیسته سرت به کار در آمده است. این خیلی نقشه گیزله را که جو میبینی سردارم. برادر آیسته بیا سر رویت رو میزنی. چی شد بر رویت؟ این رو کی کرد؟ این مرا دفع که طرف خواهرت را یافتم برادر. چی؟ کی یافته است؟ لوین چهارچشمه است کو، او یافته است، به شعبه آمده تو رو پرسیده است. خواهرت تو را میجوید برادر. شوکت، تو چی خیلی خبر آوردی؟ تو چه ها میگویی؟ الا سراغش برادر. خواهرم دستانت رو بردار. کلتکلس اطرافت احاطه شده است، راهی گریز نداری.
یکم حرکتی ناجا نکن وگرنه میپرانم. S Production